امروز پنجشنبه است و من طاهری سفر تا 15 دقیقه دیگر در خدمت شما. در ابتدا نگاه به سرخطی چندی از موضوعهای برنامه. در یکی از گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان و ازبکستان 100 کیلو مواد مخدر یافتند ولی هنوز نمی‌دانند صاحبش کیست و کجا بردن می‌خواست. کاربری کردن ولی شهروندانی که به این کار دست داده بودند دریافت کردن نتونستند. بیشتر از 1 میلیون مهاجر و پناهجوی افغانستانی را از ایران و پاکستان اخراج کردند. احوال بسیاری از آنها در وطن اکنون ناآشنا بد شده است. 6 تا اولاد خردسال قد یک زن جوان در اوج مانده، نه پول است نه پیسه است. این برگ خروج ما این مال دولت. در منطقه کلاب در نیم سال صدها قرار درباره تقسیم زمین یا مالکیت بر سر آن را به اعتبار کردند. صدها نفر هم از سبب خطاکاری مقامات سرسان شدند. ولی از یک خبر مهم درباره فساد و رشوه‌خواری در اداره‌های دولتی آغاز می‌کنیم. اداره مبارزه با رشوه‌خواری و فساد در تاجیکستان پرونده جنایی یک افسر میلیسا و همکاران او را به دادگاه فرستاده است که به رشوه‌خواری و سوء استفاده از منصب گمان بر می‌شوند. آژانس مبارزه با کروپسیا روز 14 اوگوست در یک بیانیه رسمی در صفحه‌اش در فیسبوک گفت جلال‌الدین نورمتوف هنگام کار در شعبه امور داخلی ناحیه مسجد با چندی از همکاران دیگرش به جای حل کردن مراجعت کارافتادگان از طرف مقابل پول گرفته یا پرونده باز نمی‌کردند یا جنایت را نادیده می‌گرفتند. در بیانیه آژانس مبارزه با فساد آمده است جلال‌الدین نورمتوف با مفتشان دیگر با سوء استفاده از وکالت‌های منصبی 137,000 سامانی را گرفته یک جا با شریکان جنایتی خود به منفعت شخصیشان صرف نمودند. به قول آژانسی این جنایت‌ها را در ماه مارس امسال و پس از آن صادر کردند. معلوم نیست که در این پرونده نام چند نفر از کارمندان میلیسا و یا مفتشان هست ولی به گفته آژانسی پرونده جنایتی نسبت به نورمتوف و دیگران با اتهام رشوه‌خواری و سوء استفاده از منصب به دادگاه فرستاده شده است. نظر متهمان به جنایت معلوم نیست و آژانسی هم نگفته است که آیا آنها اتهام را پذیرفتند یا نه. خبر دیگر هم از ولایت سوغد است. مقامات انتظامی در ولایت میگویند که از قاچاق مقدار زیادی مواد مخدر به ازبکستان جلوگیری کردند، اما تاکنون معلوم نشده است که این مقدار زیاد به کی تعلق داشت و باید به کجا می رفت. فرزان محمدی از شهر خوجند گزارش می دهد. مواد نشاور 70 حادثه در یک گذرگاه سرحدی در ولایت سوغد پنهانگاه مواد مخدر را یافتند. مقامات گفتند از این مخفیگاه در مرز ازبکستان 100 کیلو مواد نشه‌دار گرفتند. 100 کیلوگرم مواد مخدر وقتی که پنهانگاهش را دریافت کردن مقامات‌های بسیار خوب نسبت همون کاربری کردن ولی شهروندانی که به این کار دست داده بودند دریافت کردن نتونستند، برای اینکه ممکن است آنها پایخز بودند که از خفای آنها کاربری شده است یا دیگر حالاتهای دیگر. عملیات در گذرگاه سرازم پنجکند با جرتپه سمرقند گذشته است. مسئولان تفصیلات ندادند که 100 کیلو مواد مخدر تا گذرگاه سرحدی چگونه راه یافت. سال پیش اداره گمرک ازبکستان از داخل نقلیاتی که از تاجیکستان می رفتند مواد مخدر یافت و این مسئله باعث به سرگردانی صدها مسافر از دو جانب گشت. کاربران شبکه‌های اجتماعی مقامات انتظامی تاجیکستان را نکوهش کرده خواهان نظارت سخت بر قاچاق مواد نشه‌آور شدند تا رواها را با ازبکستان دشوار نگرداند. مسئولان اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سوغد گفتند از اولی امسال یگان مورد قاچاق مواد مخدر به ازبکستان و قرقیزستان ثبت نشده است. سنجش و تایید اطلاع از منابع دیگر امکان پذیر نیست. ولایت سوغد با قرقیزستان دو گذرگاه مرزی دارد. لیکن همه به نزدیکی یک خبر گرفتیم افیون مونی از دوشنبه ما گفتن همه مقصدی قرقیزستان داشتن. استقامت کننده ناحیه مرغابی ولایت مختار کوهستان بدخشان تقریبا 2 ماه پیش پلیس شهر خوجند از یک مرد تقریبا 15 کیلو مواد مخدر گرفت که به اطلاع رسمی نیت انتقال به کشورهای دیگر را داشته است.
به ضد عبدالخالق محمدبیکوفی 55 ساله پرونده جنایی باز شده است و تحقیق جریان دارد. خودش در یک نوار مقامات که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است گفت: من 3 بار کردم، 3 بار دست به غلط دیدم. تاجیکستان که با افغانستان مرزی بیشتر از 1300 کیلومتری دارد، یکی از راه‌های قاچاق مواد مخدر افغانی به خارج از آسیای مرکزی به حساب می رود. سالانه در کشور صدها کیلو افیون و تریاک و حشیش و هروئین و شیشه یا نوع سینتتیکی مواد مخدر کشف و مصادره می شود و ده‌ها نفر هم برای قاچاق این مواد پسی پنجره می روند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. سر می‌زنیم به کشور همسایه. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تقریباً 4 سال رسام می‌گذرد. بازگشت گروه افراطی به حکومت که کشورهای زیادی جهان حکومت آن را به رسمیت نمی‌شناسند و اعتراف هم نمی‌کنند. در مدت حکمرانی طالبان صدها هزار مردم وطن خود را گذاشتند و به دیگر کشورها رفتند، اما حال آنها را اخراج و مجبور می‌کنند به زادگاهشان برگردند و به آینده تاریک روبرو شوند. گزارشی را در این باره همکارم میرزا نبی خالقزاد تقدیم می‌کند. پناهجویان و مهاجران سرسان و سرگردان در هوای تفسان در شهرک اسلام قلعه در هرات افغانستان. تعدادی از 1,200,000 افغانستانی که فقط در سال 2025 از ایران و پاکستان به کشورشان اخراج شدند. به وطنی که برای بسیاری از آنها دیگر شناختنی نیست. آنهایی که برگشتن از بدرفتاری پلیس ایران شکایت میکنند. وضعیت والا تو همین 1 ماه اخیر که ما تو ایران بودیم اصلا نمیشد که از خونه بیایم بیرون و تا می اومدیم بیرون یا با پلیس یا با سپاه یا با بسیج که برخورد میکردیم زد و برخوردهایی میکردن، میزدن، اذیت میکردن، میبردن پاسگاه. ما خودم تو مشهد کار داشتم، زندگی، موتور، خانه، دیدم گشت آمد در مغازه آمد مثل سگ رفتار، ما رو بزن، موتور بگیر، مغازه رو ببند. در چند ماه گذشته اخراج این مردم از ایران اوج گرفت و هزاران نفر مرز غربی افغانستان را پر کردند. بعضی فقط لباس گرفته آمدند، نه آب دارند و نه چیزی برای خوردن. بعضی ها را عزیزانشان در آن طرف مرز ماندند، خودشان در این طرف در افغانستان. 6 اولاد خردسال قد یک زن جوان دوجا مونده، نه پول است نه پیسه است. این برگ خروج ما این مال دولت دیگه هیچ کس ارز غریب گوش نمیکنه. سازمان‌های امدادی از وضع بد مهاجران و پناهجویان و کمک‌های ناکافی به آنها بانگ اضطراب می‌زنند. تنها در گذرگاه اسلام قلعه به گفته مقامات طالبان در یک روز از 30 تا 50 هزار نفر به افغانستان می‌گذشتند. مقامات طالبان اعتراف می‌کنند که این مردم بعد بازگشت این گروه افراطی به قدرت افغانستان را ترک کرده بودند. تقریبا 80% این مردم در 4 سال گذشته کشور را ترک کرده در ایران میزیستند. با امید زندگی آرام و خوش به آنجا رفتند. حالا پس از بازگشت میخواهند که امکان کار و جای برای زندگی برایشان فراهم کرده شود. نگرانی اساسی مردم که به ما میگویند همین است. اما برای بسیاری ها به خصوص زنان آیندهشان در افغانستان تاریک و هولناک است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 آنها را از کار و تحصیل در اداره های زیاد و دانشگاه ها محروم کردند و از جامعه بیرون افکندند. حالا بسیاری از زنانی که از ایران برگشتند نه تنها عذاب روانی اخراج را میکشند، بلکه آینده پر از رنج و بیکاری، بدون تحصیل و بی استقلال فردی در پیش دارند. سازمان‌های امدادی میگویند در صورت نااندیشیدن تدبیر برای همگرایی مهاجران به جامعه ناآشنا، فقر و ناامیدی باعث ناامنی بیشتر در همسایه کشور تاجیکستان و منطقه خواهد شد.
در کلاب در نیم سال گذشته صدها قرار درباره تقسیم زمین را به اعتبار کردند که در سر زیاده برای ساکنان عادی می‌آورد. در بعضی حالت کار تا به جای می‌رسد که خانواده با پول سالهای دراز و با زحمت زیاد جمع آورده‌اش را جمع می‌کند و خانه می‌سازد و یک سال بعد مقامات می‌آیند و می‌گویند که زمین را غیر قانونی به آنها دادند و خانه باید ویران کرده شود و چنین هم می‌کنند. جزئیات بیشتر و نمونه‌ها در گزارش محمود جان رحمتزاده. دادستان منطقه کلاب در نیم سال اول نزدیک به 300 قرار رئیسان شهر و ناحیه را بیکار کرده است. همه این قرارها به تقسیم نادرست زمین داخل داشته، چنین موردها نظر به سال گذشته 71 عدد بیشتر شدند. در این میان از همه زیاد قرارهای بیکار شده به شهر کلاب راست آمده است. عموما 43 قرار حکومت شهر کلاب، 23 طرف پروکراتور شهر کلاب، 20 طرف پروکراتور ولایت ختلان بیکار کار میشه. روند بیکار کردن قرارهای نادرست تقسیم زمین در کلاب تا حال دوام دارد. دادستان ولایت گفت که قرارهای بیکار شده در 6 ماه سال 2025 برای رئیسان تعلق داشتند که فعلا در سر وظیفه اند. تاکنون برای قرارهای نادرست کسی جوابگر شده است یا نه معلوم نیست. اما شهردار کلاب گفت که همه این قرارهای بیکار شده را مطابق به قانون درست کرده به صاحبانشان دادند. خانوی میراثی که میمونه تقسیم میگردد دو تا سه تا پسرش امون را بسیارش قرار را دادگیان دیگه لایحه را پرسیدگی نیستن. لایحه از نوسازی امو بینوی شو خیلی اینو را با در روند پولباری کارگزاری و سود میبیند معین میکند و همون قرار را مطابق با قانون میکنیم ایسر میتیم. بیشترش همینو هم. در محله شمس‌الدین شاهین زمینی برای ساختمان بلند آشیانه جدا شده بود. دادستان ولایت آن را بیکار و ساختن خانه را در این زمین منع کرد. در کمیته زمین گفتند که زمین جدا شده به نقشه گنرالی شهرسازی موافقت نکرده است. سوالش از اون که مثلا در شهر کلاب خلاصات تشکیل کرده شد، عوامل تناسخی مورد کرده شد. بعدا مثلا تشکیل معین کرده شد که زمینی که خیلی بود ساختمان را بسیار و زمینی که قرار دارد نقشه گنرالی شهرسازی موافقت نکرده و قرار به کوه قرار شده است. حالا خانه‌سازان برای برقرار کردن قرارشان به سود اقتصادی مراجعت کردند، اما چنین روند حتی دادستان کل را نگران کرده است. وی گفت بنا به سرچشمه‌های اخیر تا حال قرارهای غیرقانونی از سوی رئیسان شهر و ناحیه‌ها صادر می‌شود و اکثر آنها به تقسیم زمین داخل داشتند. از سبب اون که مسئله بین‌نهایت مهم است، همین مسئله قانونگذاری زمین در پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان ریاست الهیده کردند. ریاست وجود نداشت، خیلی ریاستی که نظارت قانونگذاری زمین هستند. یک تا داشتیم ریاست نظارت عمومی، همه این مسئله را میسنجید. باز من ریاست الهیده که به واسطه اوید ویرانکنی همه قانونگذاری زمین کار میکند، مخصوص بخشیده شده است که پیش رای قانون ویرانکنی رو گیرد. حالا بحث زمین در اکثر شهر و نواحی داغ است. زمین در تاجیکستان ملکیت دولت است. از همین سبب تقسیم آن به صلاحیت مقامات واگذار شده است. اما با سبب کمی آن و زیاد بودن داوطلبان تقسیم زمین با مشکلات از جمله گاه آلوده به فساد است. در گذشته هم ده‌ها منصبدار برای تقسیم نادرست و غیرقانونی زمین از وظیفه برکنار و زندانی شدند. ولی کاهش نیافتن این روند به گفته دادستانی آنها را مجبور کرد تا برای مبارزه با این روند ریاست الهیده تشکیل کنند. و حکومت تاجیکستان دستور داده است که سر از ماه اکتبر امسال دخترانی از 10 تا 14 ساله در کشور به ضد ویروس پاپیلوما واکسین زده شوند. طبق دستور ام کردن دختران 10 تا 14 ساله یک ماه ادامه می‌کند، اما از این به پس دختران 10 ساله باید منظم به ضد این بیماری سیرتی واکسین بگیرند. و وزارت معارف تاجیکستان امر دادند که برای ام کردن دختران در مکتب‌ها اتاق الهیده جدا کند. پاپیلومای آدم بیماری ویروسی است که سبب زخم در پوست، اعضای تناسل و گردنه رحم می شود. و اخبار آزادی به پایان رسید. سپاسگزاریم که ما را تا این لحظه همراهی کردید. خبر و گزارش‌های از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک هم پیدا کنید. اگر شما هم خبری دارید و می‌خواهید دیگران بدانند، به ما نویسید، تحقیق می‌کنیم، درست بود نشر می‌شود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.